مهمان امروزی ما یکی از بزرگترین ادیبان سویتی تاجیک، شخصی که در ادبیات تاجیک راهی استادان بزرگی ادبیات سویتی تاجیک راهی استادان بزرگی آن صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، میرزا توسنزاده، ساتیم اولغزاده را ادامه دادند. یکی از بزرگترین داستان سرای‌های ادبیات ما، یکی از بزرگترین جنگنامه‌نویسان سویتی تاجیک، میدونید که درباره جنگ بزرگ وطنی، درباره جنگ دوم جهان ادیبان بزرگ ما استاد عینی، استاد لاهوتی، استاد میرشکر، حبیب یوسفی و بسیار دیگران اثرها نویسند و استاد مومن قناعت که مهمان امروز ما هستند داستان‌های کلانترین را در این موضوع ایجاد کردند. برای این ایجاداتشان استاد مومن قناعت لاوریت مکافات دولتی اتحاد شوروی، لاوریت مکافات دولتی جمهوری تاجیکستان به نام استاد عبدالله رودکی گردیدند برای مهنت‌هایی که در ساحه ادبیات و علم ادبیات، هنر ادبیات کردند. این کس عضو وابسته اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان انتخاب شدند برای خدمت‌هایی که برای اون اشعاری که در دل مردم راه یافته مردم را به نکوکاری هدایت کردند، شاعری خلقی تاجیکستان هم کردیدند. استاد خوش آمدید به محفل ما. و آخرین مکافاتی که استاد دارند مدال طلایی محافظت استالینگراد است که با این مکافات حکومت روسیه استاد مومن قناعت را تقدیر کرده است. این مکافات مبارک باشد. صحبت امروزه ما مومن قناعت درباره جنگ و صلح دارد. من گمان میکنم که این کس نه کمتر از هر کسی دیگری که درباره جنگ و صلح گفته است و میگوید برای سخن گفتن حق دارند، زیرا در این موضوع ایجاد کردند، در این موضوع ابرزها ساختند، در این موضوع سیمبول‌ها به میان آوردند. باز یک دفعه من شما را خوش آمدید میگم و نوبت سخن به شما. واقعا این موضوعی که برای گزارش پیشنهاد شده است موضوعی هست که بسیار گرم و داغ، یعنی در یک وضعیتی که هم پیروزی خلق سابق شوروی بر فاشیسم آلمان است و هم کارنامه‌هایی که در این نبردها هم در جبهه استالینگراد و هم در نزد مسکو هم در لنینگراد و در همه جبهه‌ها تاجیک‌ها بسیار نقشی روشن و بارز دارند در این جنگ. و دوم اینکه نه تنها چهره‌های جداگانه تاجیک قهرمانی نشان دادن و کارنامه نشان دادن، بلکه نیروهای بسیار یکچین و بسیار قوی ما فرض کردیم که 22 دیویزیای کوهگردی تیراندازی که در نزد مسکو میرزمید در برابر دیویزیای پامفیلوف که از قزاقستان آمده بود، از تاجیکستان دیویزیای تیرانداز بود که بسیار فعالیت خوب نشان دادن در جنگ‌های پدمسکویه، از ادینساوا تا او جاهای دورتر که جنگ اونها زیادتر جنگ پارتیزانی بود و در درون جنگل و از درون مسکو ریکه از درون دریا میرفتند و کسی اونها را نمیدید و پس میگشتند و همه جنگی بسیار جدی کرده بودند. باز گروه‌های دیگری ما که همین گروه دیویزیای سواره تیرانداز باز تکمیل دادن، بعضی که در جنگ‌های نزد مسکو تلفات زیادی داد اون را کامل کردن و به جنگ استالینگراد فرستادن، نبرد استالینگراد. و سید احمد کریموف و چندین تن قهرمان‌های ما در همون نبرد اشتراک کرده بودند که اونقدر سواره‌های تندگر بودند که وقتی که در استالینگراد که در محاصره افتادن، گروه فیلدمارشال فون پاولوس بعد یک گروه دیگر را پیدا کردن برای دبلوکاسیا، گروهی که با تانک آمده بودن برای اسارت آزاد کردن نیروهای در محاصره بودن. همین نیروی سواره ما رفته همونا را پیش آمدن نگذاشت
همین گروه سواره ما همین دیویزیا پیش آمدن نمون یعنی که در همون نقطه‌ای که در آمده بودن در همون جا با شمشیر راه تانک‌ها را داشتن گروه منشتین نام داشت مارشال منشتین یعنی که باید که آلمانی ها را نیمیس ها را از محاصره آزاد میکرد یعنی که نتوانستند یعنی که در بسیار جبهه ها تاجیکان چون کارنامه های بزرگ نشان دادن ولی که تصویری خوب نشدند یا کم بها دادند به خاطر اون که ما محققی جنگنامه شناس نداشتیم و بسیار برای من علام‌آور بود که بسیار قهرمان‌های اتفاق سوویتی از تاجیکستان کارنامه نشان داده بودند با عنوان تاتار، ازبک و عنوان ملت‌های دیگر در حجت‌ها تصویب شدند، قلمداد شدند. ولی یکی از سبب‌هایی که من به جنگنامه نویسی روی آوردم همین علم بود. همون وقتم تاجیک‌ها پشت و پناهی نداشتند که از قهرمان‌های خودش دفاع کنند. سید احمد کریموف 3 بار به قهرمانی پیشنهاد کردن ندادن از خوالین بود گلی بادام برای همون نویسه و اسبش گلی بادام نام داشت حتی برای آزاد کردن خانیکر وقتی که نیروهای ما پیش رفتن خانیکر که در زندان بود در زندان فاشیستا بود برای آزاد کردن که او رهبری حزب کمونیستا بود رید کرده همون رفته آزاد کرد با همون سواره‌اش ندادن قهرمانه ولی علم نمی‌کند آدم فرض کردیم که کسی که شاعر باشد و وطن پرست باشد و تاجیک باشد علم می‌کند و مجبور می‌شود که در همین موضوع چیزی که گوید که کسی دیگر گفته نتواند و نتوانسته است من از روی همین علم و به صاحبی ملت همین کار کردم روی آوردم به جنگنامه نویسی اون میدونم که اگر بر راه دیگر میرفتم شاید کارهای بهتری هم میکردم یکی برای ادبیات تاجیکی که تنها در موضوع باسمچی اثر می نوشتم باسمچی به نظر نمی داشتن که او وطن پرست بود تاجیک پرست بود یا اینکه او یک غاصی بود یا کی بود اونش مهم نبود فقط باسمچی بود و یا یک زوینا پیلکار یا پختکار یا تراکتوریست یا نه همین نه که چیزی که کارهای جدی نبود و این خاطر دیگه منم که در این محیط که در اومدم دیگه مجبور شدم که به همین راه رفته یک کاری کنم که شاید کسی دیگر یا که از ملت دیگر شاید کسی دیگر نمیتونسته باشه این کار کردم من همین ننگ و ناموس بود دیگر هیچ کس نیست معلوم است که من تا حاضر با یک کس جنگ لفظی هم نکردم یگان کس بعد دست نبرداشتم یگان کس بعد همون جورای همسین سال قطعی که دعوای جنگ میکردم من جنگ نمیکردم برای همین پدرم من در برابر نام دیگرم مومن شاه صوفی میگفت که اخلاق من صوفیانه بود یعنی که با هیچ که جنگ نکرده من در عمرم تا حاضر یعنی که همون چیزی که آفریدگار ما را آفریده با همون رسالت همون در زندگی همون اخلاق من نگاه داشتم با این خاطر موضوع جنگ یک چیزی است که فرض کردیم که میتونید که او را هر گونه تعبیر کنید فرض کنید که حاضر میگویند که جنگ بزرگی وطنی نبود و جنگ بود جهانی بود جهانی هم بود و وطنی هم بود برای ما که صاحب وطن بودیم با ما جنگ میکردن برای ما وطنی هم بود هم جهانی بود هم وطنی برای همین امروز هم فرض کردیم که من همون صداقت تازه نگاه میدارم به خاطر که فرزندان تاجیک در اون جبهه بسیار کارنامه های بزرگی نشان دادن و همونها فراموش نشوند و خدمت ملت تاجیک نادیده گرفته نشود که ما هیچ سهمی نداشتیم مردم گمان میکنن که ما یک ملت ترسو هستیم یعنی که قلندر مشهد یا ساله خودمون میترسیم جرأت یک گپ گفتن و عملی کردن نداریم در بسیار مثلا همین خصلت در ما هست که همون
وحدت یک دولت یگانگی که از بین رفت ما درسنگری این یا اون نظام های گوناگون بودیم که چندان صحیح ملی و تاجیکی نبودن یعنی که آریایی نبودن اون دولت ها و فرهنگ ها اصلا ترکتبار بودن یعنی که راهبرهای ما اصلا زیادتر ترکتبارهای بسیار کم سواد و به معیشت پرستی بی‌پروای یک چیزی که ارزش اصلا نداشتن که اونا را تنقید کنید هم نمی‌ارزد و بسیار کشورهای جهان حالی امید به ما دارن که ما راه نشان دهیم راهی تحمل پذیری و حقیقت پرستی و پاکی و آیین راستین زردشتیه ولی که او دین نیست دیگر این مردم گمان میکنن که او دین است نه دین نیست جنیدی هم زردشتی نیست آقای جنیدی او عالم است و همه اولادش عالمی که چیزی میراثی ما را که برای تحمل پذیری اولی اخلاق جهانی بود برای به هم آمدن کل جهان و تاثیر خوب هم گذاشت برای همه جهان تاثیر خوب گذاشت ولی که او دین نیست و مردم مالی که ما گاه از زردشتی که سخن میکنه گمان میکنه که دین زردشتی وجود نداره دین زردشتی و این میراث است میراثی بزرگی ملت ما و مردم آریایی هند و آریایی برای همین از اون باید استفاده بریم از اون پاکی شد و راستی و آیین راستی و قوم و دروغ و چیزی نیست در اونجا اون فرهنگ است ما اینو باید با مردم فهمونیم که اون فرهنگ است و تاریخ است دین نیست دین وجود نداره دین اصلا کم در بمبئی هست در گروه بمبئی که یک گروه مخصوص هستن که محدود نفوذی در جهان ندارن و با دایره خودشون کسی در آمدن نمیمونه من تو بار رفتم اونجا در گجرات و در بمبئی دو بار رفتم به خاطر همون تحمل پذیری و وحدت ملی با من که بودن رفتم گفتم چیزی بیاموزم وحدت ملی تاجیکان من معاون بودم خیلی کاری کردم ولی که ما موفق نشدیم به اون خاطر که شاید هممون تندی کردیم یا یکی یک دلی باطنی را با وجود نآوردیم ولی که در اینجا یک کس گناهکار کردن می‌کنه یک گروه هممون یک کمبودی داشتیم شاید یک کمبودی داشتیم که همون وحدت با وجود نآمد در این خاطر من دیگر به همین معنی یعنی که این نشست امروزه بسیار خوب است که یک راهی ما باید انتخاب کنیم راهی انتخاب کنیم که ما در سر راهی برسیم همایش و وحدت زایی و یک دلی و حاضر ما همون برنامه‌ای را فرموده بودن جناب عالی پرزیدنت فرموده بودن حکومت شهر مسائل باید ما را دعوت کرد گفتن که فکر اندیشات اون کانسپت سازیم کانسپت ساختن که مجموعه وحدت ملی چگونه بسازیم مجموعه وحدت ملی رمزش شکلش صورتش درونش بیرونش امکاناتش و یک ساختیم پیشنهاد کردیم و دین رای دادن هم تمام شد با میسیون که رای ما قبول شد یعنی که آوازی از همه زیادتر گرفت قبول شد فرمان میباید و میکند با گروه ساختمانچه و انجینیرها و اونا بازی ساختن درکار یعنی که در همه کار یک دانش و تجربه و وعی درکار است خیلی دانش جدی درکار است که یک چیزی بسازه که قابل قبول همه باشه همه قبول کنن او را این بسیار مشکل است از همه و ما باید کوشش کنیم که همون چیز را پیدا کنیم همون چیزی که نه همه میدانند ما دست داریم به همه سرچشمه ها آدمای ما کتاب خوانده میکنن زبان عربی بلد است زبان فلان خیلی زبان های زیاد میدونن مردم ما میتونن که از سرچشمه ها خون برارن نمونه مثل بعضی علمای تاریخ شناسی ما که یگان کتاب به نخواندگی حکم میبرن رحیم مصروف و کیمکیو دیوانهای اول یک کتاب نخواندگی در اونشون یک کتاب گفتم من کتابی دنیا رو همش خرید خواندگی اوستای پر را خواندگی نکته ازش و معنیش میفهمم زبانش میفهمم من جو خاموش گشتم که چی خطر محمدانی و لاف و گذاف میکنه چیزی را نمیدونیم ما برای همین باید این نشست در همین یک صحبت باشه که ما باید که
یک خوری کنیم که چیزی از گذشته پیدا کنیم و آینده با ما بسازیم. نمیشه اگه خیلی که به هر کس تقلید کردن چیزای ماده سامان پا در هوا بودن عیب از برای ملت. برای خاطر من بسیار تشکر که جمع آمده دوم صحبت دوام شاید یک چیزی پیدا کنیم، یک راهی پیدا کنیم، شاید که دو سه راهی پیدا کنیم که در قیاس اونها را با هم قیاس کرده از اونها یک چیز بسازیم. یک چیز یگانه پیدا نمیشه، یک غایه یگانه. از سه چهار چیز انتخاب میکنید و از همش در مجموع میگیرید یک چیز میسازید. این است تحمل پذیری هم این است که از چند چیز یک چیز میسازید. موقعی ما بسیار سخت استوار بود به اون خاطر که هرچند که نفوذ ما کم بود، اقتصاد ما خیلی پیشرفته نداشت. یکی آبروی ما در چی بود؟ از روی دیدی آلمان بزرگی روست، شناخت آلمان بزرگی روست، از اون تأثیری که ما با واسطه ادبیات، هنر، علم، فلسفه، همه رشته‌های علم تیب دیگر در همه رشته‌های علم ما چیزی گفتیم برای کلی جامعه جهانی که کسی دیگر گفتن نمیتونست و دانش نداشت که اون چیز کشف کنه که به مردم بگوید. روسیه برای چی با ما توجه زیاد داشت؟ دو سبب داشت. یکی زبان گسترده‌ای که از قاره هند و اونجا تا مرز عراق و خلیج فارس و این طرف تا صحرا و تا کافکاز و همه جای زبان یگانه ادبی و فرهنگی کل جامعه همین منطقه بود. و این خاطر یک توجه روسیه این بود که زبان اینها، ادبیات، فرهنگ، علم اینها اونقدر گسترش دارد و آبرو دارد که واسه این زبان ما این غایه خودمون رو پهن میکنیم. این قلمروی بزرگ که سیاق جهان بود. همین خیلم شد. همه غایه های همه چیزی که روسیه داشت، همه چیزش به واسه زبان ما گسترش یافت در همین کشوری بزرگ. و مردم، اکثر مردم قبول کردن همونا. که وقتی که اینا میگوید راست است. اصول اینه که گفت ما قبول میکنم. شک نمیاره کردن دیگر. اصول ترسوزاده هم یکی از آدمای منبری ایرانی بود، منبری جهانی هم حرکت یک دیگه کشورهای آسیا و آفریقا و هم باز امریکای لاتینی هم در آمد آخر در حرکت جنبش آفریقا و همه حرکت اولینی که بعد از جنگ پیدا شده بود زمامداران صلح اینجا که شخصای بسیار کم بودن حرکت اولا یک شخصیتی بودن که هر جا که میرفتن نماینده همه ملت خاص زبانان قبول میکردن نمیکردن. برای همه یک سببش این بود که امکانیت‌های تاریخی و علمی و ادبی و فرهنگی و همه چیز ما برای روسیه راه گشود. یک فضای گشاد به ما برآورد سیاستی اتحادیه شوروی. دوم اینکه از اونجا آوردیم برای روسیه. از اونجا. یعنی که با ما که باور داشتن میگفتن که باشن همون گشت اینجا می آوردیم. اما یک سببی اساسیه که به ما توجه زیاد داشتن همین است. این همه میداند در علم و در همه چیز در تاریخ شناسی همش معلومه. سبب دیگرش این بود که تاجیک‌ها مردم صادق بودن و تا جای ساده همه چیز صادق هست. همه چیز به هر کس که دوستی میکنن و عهد و پیمان میبندن همون صداقت دارن. عضو اتحاد شوروی که بودن یعنی که برای اینا امکانیت تعلیم و تحصیل و دیگر گشوده شد، یعنی که فضای جغرافیشون و جغرافی سیاسیشون وسیع‌تر شد. اینا هم قبول کردن همینا. ولی افسوس که اگر راه برای اون دوره ما اگر فرض کردیم که همه بابا جان غفور رو بر این دانش می‌داشتن، استاد عینی بر این نظر می‌داشتن، کاری ما دیگر خیلی می‌شد. ولی که شوروی کوشش کرد ما را جمع کرد، با هر جمع کرد، دولت ساخت و اون کرد و همایش ملی هم به وجود آمد و غایه ملی به وجود آمد و فرهنگ نوی ملی به وجود آمد و فرهنگ اصلی 20 پیدا شد و اپرا و بالت و سینما و دیگر چیزهای نو به وجود آمدن که ما از تاریخ گذشته استفاده بود و پیشرفت شدیم یک اتاس.
همون وقت هم یکتاز شدیم. کارنامه رستم و داستان سیاوش و دیگر فیلم هایی که ساختیم، زیاز پاییزی که یک نسخهش $100 بود در مسکو. 3 بار چاپ کردیم. مینیاتورهای فارسی کمال‌الدین بهزاد و مینیاتورهای گوناگون هم که اونجا یک نسخهش هم می‌بردید اگر نیم کار دنیا بود می‌کردن. یعنی که در همون میدان هم ما چیزی داشتیم که با واسطه روسیه اون گسترش ما آبروی ملت برداریم. یعنی که داشتیم چیزی روسیه با ما نیاز داشت. حتی نسبت به دیگر جمهوری‌ها زیادتر با ما نیاز داشت. میدانستن، آلمان میدانستن، هم ژوکوفسکی میدانستن، هم برتلس میدانستن، هم شاعر ژوکوفسکی هم میدانستن این چیزا. دیوان شرقی و غربی گوته را همون به زبان روسی ترجمه کرد. روسا از همون آموختن شعر ایجاد کردن، پیامبران شعر فارسی از اونجا شناختن. رستمگرایی سر شد از طرف ایران به سواسه کافکاس. تاثیر رستمیزاسیا روسیه فقط شده بود. اون برای همین یعنی که برای ما فرض کردیم که در همون مرحله بسیار مهم بود. ولی که همکاری که تا امروز کردیم فرض کردیم که اگر تماما قطع کنیم نمیشه. او را قطع کنیم اگر با کی وصل میشوید نمیشه گیرید با کی. این طرف وضعیت کشورهای اسلامی و حیاتان عرب معلوم است در کدام حالت هم. ایران در زیر خطر و ضربه است. اگر ما با ایران همکاری جدی نداریم زیایی‌ها او را گاه برادرای ما از مسکو ایران را دفاع میکنن. این از روی ضرورت از ضربه زنن اگر چیکار میکنید؟ 12 نقطه را زنن اگر برای سلاح هسته‌ای که وجود ندارد. وقتی خاموش شدن نشستن ممکن نیست. من پارسال رفتم ایران، باز میرم همین سال. و من فرمودن که برج میلاد تهران داستان کنید. گفتم که چرا ایرانی‌ها شاعرای ایران نمی‌گن؟ گفتن که اینا وصفیه می‌نویسن. گفت که از نظر نجومی، از نظر علمی، فلسفی، تاریخی شعر شما موافق شما تمام می‌تونید. من حاضر آوردم در روی میزم است که با همین راه ایران را دستگیری کنیم ما. و مردم نگران هستند که ما با اونا کمک کنیم. اگر ما کاری خودمون در اینجا حل کرده نتوانیم، اگر در این همایی نشستی بسیار محدود، از ایران کی دفاع میکنه؟ کی دفاع میکنه؟ در نهایت گردن من میکنم. رفتم با میروم همون تمام میکنم میرم باز. همین رضایت ملی و همین چیزی که برای سامانه تا جایی نیست همین نگاه داریم که دولت و اینستیتوت‌های موجوده گم نشوند. اکادمیا برهم دادن من چیکار میکنم؟ صلاحیت نداشتن، یگان کار کردن نساز، برهم خود من چیکار میکنم؟ اکادمیا برهم خود من همشون سبودش کردن. از اون جمله رحیم مصطفی. برای همین یعنی که ما باید که فراموش نکنیم که با چه راه این قرارداد رضایت ملی و استقرار صلح کدام دولت‌ها پشتیبانی کردند و اونقدر کوشش کردند که همین وحدت ایجاد شود و بعد از ایجاد شدن همین وحدت بعد کشورهای همه دنیا و تاجیکستان پول دادن برای ساختمان و بازسازی و همه کارش. اگر او امضا نمیشد نمیدادن. اینم باید اندیشه کنیم که اگر صلح و رضایت باشد اگر همه سهم میگذارن اینجا، اگر جنگ باشد هیچ کس سهم نمیگذاره. اینش هم اندیشه کردن و قول مردم میگن که کور اصلا یک بازی میکنن. اما که باید که ما گم نکنیم اصایی کسی که باشد. اصایی اعتدال که کسی را برداشته میتوند به جای برده میتوند. کازی کنسپت یگانه کارخورده و کارخور یعنی که تحلیل شده و این وجود ندارد. کارهای جداگانه اترنیست دارد. از این سر کنیمو و اون گذاریمو رنده خیلی است. این کنسپت یگانه حاضر همین کارهایی که حاضر انجام داده ایستادن برای همین کده ایستاده که من این کارش رو میکنیم، مرحله دوم اینش رو میکنیم، مرحله سوم اینش رو میکنیم. ما در تمام نشست ها مثلا ما اگر امکانیت باشد اگر باز میگوییم که یعنی که وحدت یک چیزی هست که فرض کردیم که وحدت الوجود و وحدت الشعوب و نظام تولید و از روی فلسفه
دین‌ها و این چیزا اون چیزای دیگر هم دارد با اون چیزی نهاییه که ما میپروریم در دل ما اون خیلی مرکب‌تر از اون چیزی است که مردم خصوصا آدمای جوان که از این برها سخن میکنن از تلویزیون از چیزا میگن زبان اون طلاق توتیواری که معنی ندارد در چیزی که میگن معنی ندارد اصلا توتی برای یک چیز تکرار میکنن چیزی که آینده ساز نیست برای همایش همه چیزی سمات نمیکنن برای همه اگه کوشش کرده سویت کنی فاصله با فاصله صحبت ها در خیلی بسیار رناده ولی همون پروگرام‌هایی و یکی آواز دادن و کیو برای بودن در مجموعه وحدت ملی همونا رو میبرن مسائل میبرن و پیشنهاد میکنن که من برنده همینا شدن همونایی که فکراشون